خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن ما در یک منطقه اطراف قم رفته بودیم، بین دو نفر دعوا شد، یکی از اینا در حالت عصبانیت سنگ بزرگی گرفت و محکم به سر طرف زد که جلو خود ما به سر طرف اصابت کرد، ولی حتی یک خونم نیامد و هیچ دردی هم شاید احساس نکرد. من سوال کردم که چطور این سنگی که به این سرعت به سر شما خورد هیچ تبعاتی نداشت؟ گفت من حرز امام جواد علیه السلام همراه هم بود و الحمدلله به برکت حرز امام جواد این صدمه و آسیب برطرف شد. یکی از چیزهایی که ما بارها در رسانه هم سفارش کردیم حرز آقا امام جواد علیه السلام که هم خواندنش و هم همراه داشتنش برای دفع بلاها و سختیها و گرفتاریها مخصوصا در سفر، یا خواندن حرز امام جواد، همراه داشتن مکتوب حرز امام جواد علیه السلام برای حفاظت خیلی خوبه.